توی این ویدیو یاد میگیرید چطوری با اپلیکیشن VN روی موبایل خیلی راحت و سریع ادیت کنید. این آموزش مخصوص کسایی که تازه شروع کردن و میخوام بدون دردسر ویدیوهای خفن بسازن. اگر هم کانال سابسکرایب نداری خوشحال میشم سابسکرایب کنید. بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم، بزن بریم سراغ ویدیو. اپلیکیشن VN رو میتونید از فروشگاه و یا مایک دانلود کنید. در مرحله اول نیو پروژکت رو میزنیم، گزینه سیو رو میزنیم، ویدیوی مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم و گزینه نکست رو میزنیم از پایین سمت راست. روی این علامت تی میزنیم و گزینه تکست رو انتخاب میکنیم. اد هدینگ رو میزنیم، متن مورد نظر خودمون رو مینویسیم. الان مثلا من برای مثال میخوام بنویسم آموزش ادیت با موبایل. بعد از اینکه متنمون رو نوشتیم از گزینه این رنگ ها میتونیم رنگ تکست خودمون رو تغییر بدیم. هر رنگی دوست داریم میتونیم بذاریم. اگر رنگی که مد نظرتون بود اینجا نبود میتونین از این گزینه اضافهش کنید. میریم سراغ گزینه استور که میتونید دور متنتون رنگی اضافه کنید. گزینه بعدی گزینه شادو هستش. سایه مشکی میتونین به پشت متنتون اضافه کنید که واقعی تر به نظر برسه. آخر هم گزینه بک‌گراند هستش که میتونید به متنتون یک بک‌گراند اضافه کنید به رنگ دلخواه. گزینه‌های مختلفی پایینش داره، همونطور که می‌بینید میتونید به صورت افقی یا عمودی زیادش کنید اندازه‌شو، یا میتونید دورش رو گرد کنید و کارهایی مثل این. الان من چون دوست نداشتم تصمیم گرفتم که بک‌گراندش رو بردارم تا ویدیو زیباتر به نظر برسه، ولی شما اگه دوست دارید میتونید بذارین باشه. این متن آخر ویدیو ببرین و حتما فراموش نکنید که تبلیغات این آخر رو حذف کنید. الان برای من باگ خورده و تصویر سیاه شده. هر وقت باگ میخوره یه بار از این بالا سیو کنید، دوباره بیاین داخل، خودش درست میشه. قسمتی هم که علامت افتاره میتونید فونت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. زمانی که فونت مورد نظر خودتون انتخاب کردین از قسمت موشن میتونید یک اینترو و اوترو برای متنتون بذارید. اینترو و اوتروهای زیاد و متفاوتی داره. طبق سلیقه خودتون یک دونه رو انتخاب میکنید و میذارید روی متنتون. از این قسمت میتونید عکس مورد نظرتون، از این قسمت متن مورد نظرتون و از این قسمت هم موسیقی مورد نظرتون رو میتونید اضافه کنید. روی میوزیک بزنید، روی این گزینه و مای میوزیک و میوزیک لایبرری بزنید و میتونید به تمام آهنگاتون دسترسی پیدا میکنید و میتونید آهنگ مورد نظرتون رو بزنید روی ویدیو. الان به دلیل شرایط کپی رایت من اینجا آهنگی نذاشتم. این قسمت هم میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید. روی این گزینه کلیک کنید، ویدیو شروع میشه به پخش شدن و روی این گزینه ها که ضبط کردین رو میتونید تایید کنید و یا اگر دوست نداشتین رد کنید بره. از این قسمت هم میتونید سرعت ویدیو مورد نظرتون رو کم یا زیاد کنید. اگر میبینید که همین ویدیوتون لگ میخوره نگران نباشید. زمانی که ویدیوتون رو ذخیره میکنید تمام این لگ ها درست میشه و کاملا ویدیوتون با کیفیت ذخیره میشه. از اینجا هم ویدیوتون رو میتونید زوم کنید، یک بار کامل ببینید. اگر اوکی بود از بالا سمت راست گزینه آبی رو بزنید، رزولوشن رو بزنید روی 1080، FPS رو بزنید روی 60 و Mbps هم بزنید روی 30 و بزنید روی گزینه اکسپرت و ویدیوتون رو ذخیره کنید. این هم شد نتیجه نهایی ویدیومون. ممنونم که تا آخر نگاه کردین. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.